با فیض و به احسانش ماهی رمضان آمد، با رزق فراوانش ماهی رمضان آمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا و نبینا محمد و على آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با آمد ماه رمضان هر یک شما را تبریک میکنم. الله سبحانه و تعالی در این ماه عبادت ما را قبول کرده باشد و انشاءالله هر روز 2 تا 3 تا حدیث ها درباره ماه رمضان خواهیم گرفت. اولین حدیث این است که عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا دخل شهر رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب جهنم وسلسلت شیاطین. متفق علیه. ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده میگویند پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند هرگاه ماه رمضان فرا رسد درهای جنت گشاده و درهای دوزخ بسته می شوند و شیطان ها با زنجیر بسته می گردد. ابی هریره این صحابه ای است که بسیار حدیث را از پیامبر صلی الله علیه و سلم روایت کرده و زیاده از 5374 حدیث را روایت کردند. این حدیث خیلی حدیث بسیار بزرگ است که با برکت ماه رمضان شیطان ها از آزادی محروم گشته زنجیربند کرده می شود. آن نافرمانی که بنده در ماه رمضان انجام می دهد از بی اهمیتی و تنبلی است. حقیقتا شیطان ها بسته است، لیکن از تنبلی خود انسان می باشد یگان گناه کند. دیگر حدیث دومین حدیث این است که عن عبد الرحمن ابن عوف رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ان الله تعالى افترض صوم رمضان وسننت لكم قيامه فمن صام وقام إيمانا واحتسابا ويقينا كان كفارة لمن مضى. رواه النسائي و بیهقی. حدیث حسن است، یعنی حدیث صحیح است. عبدالرحمن ابن عوف روایت کرده میگه که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند خداوند روزه رمضان را بر شما فرض گردانده است و من شب زنده‌داری آن را به شما سنت نمودم. پس شخصی که از روی ایمان و امید و ثواب باوری روزه گیرد و شب زنده‌داری نماید سبب مغفرت گناهان گذشته‌اش می شود. عبدالرحمن ابن عوف یکی از 8 صحابه است که به اسلام در مکه داخل شده بود، یعنی مسلمان شده بود. عبدالرحمن ابن عوف این صحابه بودند که در مدینه منوره فتوا می دادند در حالی که پیامبر صلی الله علیه وسلم در میان مسلمان ها در قید حیات بودند. عبدالرحمن ابن عوف 2 روز بعد از ایمان آوردن ابوبکر صدیق اسلام را میپذیرند. وقتی که عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه از دنیا میگذرند عثمان ابن عوف رضی الله عنه نماز جنازه آن کس را میخوانند. شرح حدیث به یعنی روزه داشتن ماه رمضان فرض و شبهای آن را به عبادت گذراندن این سنت است. ما باید هر شب نماز تراویح را با جماعت بخوانیم و اینچنین هر کسی که از روی ایمان و محبت و به امید ثواب ماه رمضان را روزه دارد خداوند گناهان گذشته او را میبخشد. از الله سبحانه و تعالی میپرسیم که این ماه مبارک رمضان را به هر یکی ما مبارک گرداند و به ما قوت بدهد تا که در عبادت باشیم و هر یک دقیقه این ماه را
استفاده بریم و در عبادت باشیم. صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین.